2.5 سال است مقاومت داریم. قبول است؟ چند بلست گرفته از افغانستان. احمد مسعود استاد شد، نه در دولت بود نه در جای دیگه بود، اون رفت. ولی کی فرار کرد؟ با حال اطرافش کی گرفته؟ حال 4 تا 5 شیری که در بغل از او از کلگی میگن، حال من میگم که امیر صدا کنین و میگن چرا صدا کنیم؟ مردم پنجشیر خو که احمد شاه مسعود استاد بود، پشقال دوز نبودن، چک هم نکرده بودن، به اندازه پکولش جای شکست نگرفته بود. چرا خیال گرفته؟ به خاطری که کلگی فرار کرده. در تاجیکستان نمیفهم چی میکنن. پول شهید مصطفی و خلیل 2 نفر از اندراب است. پول شهید خورده، پول شهید مقاومت دور دوره. صدا میکنه بچه ها دربارش. کسی که پیسیش نرسیده صدا میکنه. صدا کده. ما فوروارد کردیم برشان. با خود احمد مسعود فوروارد کردیم. چی کده؟ جواب بده بگو. او احمد مسعود جواب بده. او احمد مسعود جواب بده که تو مسیجای مرا جواب نمیتی. خیلی جواب بده به ملت. صدایت بکش. باطل چیستی؟ تو کی هستی؟ پدرت یک آدم بود. تو کی هستی؟ تو وقتی یک چیز میشی که با مردم جواب بدی، بیایی در گروه بیایی بگوی من عسکر آینده افغانستان هستم و میخوایم با مردم جواب بدم که من کی هستم. ترا میمانه؟ کی میمانه ترا؟ اطرافیایت میمانه؟ مامایت میمانه؟ برادرای احمد شاه مسعود میمانه؟ چرا بانه؟ اونا خود سوئیس موتر دارن، زندگی دارن، در فرانسه، در لندن، در کجا ندارن؟ برین پرسان کنین. از سبقت پرسان کنین. سبقت سخنگویشان بود. سبقت بخواین بگو بیاد این گروه بگو که چی بود. چرا مقاومت اعلام کردی؟ سخنگویشان بودی. امیر رقم مقاومت میشه؟ وزیر طالب امیر رقم مقاومت میکنی؟ پدرت امیر رقم مقاومت کرده بود؟ اعلامیه کار دارین؟ اینی اعلامیه است. نشرش میکنین؟ فوروردش کنین.